بینندگان گرامی تلویزیون شرق گلوبال سلام بر شما. در برنامه معرفی ولایات افغانستان این بار از بدخشان در خدمتتان هستیم. سلامونه نیکی هیله قدرمن لیدونکو هیله ده چې ټول به جوړ روغ او صحتمند اوسئ. شرق تلویزیون درنو لیدونکو زه نعمت الله همت یم له هلمنده. سلامونه د شرق تلویزیون درنو لیدونکو جوړ په خیر. امیدوار هستم که در هر جایی که هستین جور و صحت. زه پرویز څرګند یم له کونړه. د خوست ولایت فرهنګ تاریخي ځایونه او تاریخي آثار دا ځل په شرق ګلوبال ایچ ډي تلویزیون. سلامونه، زه ایمل ظاهر یم. د افغانستان پیژندنې خپرونو په لړۍ کې دا ځل د هیواد ختیځ ننګرهار په اړه درته معلومات در وړاندې کوو. مسجد و زیارتگاه شاهد شمشیره در یک محوطه تاریخی در قلب کابل در کنار دریای کابل قرار دارد. اینجا شهر طالقان مرکز ولایت تخار است. سلام و درود خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون شرق. امیدوار هستم در هر کجای از کره خاکی که هستین جور و خوب و صحتمند باشین. خیلی خوشحال هستم که بار دیگر مهمان خانه های شما از طریق برنامه افغانستان پیژندن تا نیم ساعت دیگر هستم و امروز کابل زیبا و بارانی است و ما هم در یک مکان خیلی خوب، در یک مکان بسیار معروف که شاید هم خیلی کم از کابلی ها اینجا آمده باشند و با اینجا آشنایی نداشته باشند را به معرفی میگیریم. وکیل صاحب، اول فکر کنم رسم بریزی است که باید پیش عاشقان بری، زیارت عاشقان بری، بعد باز برادر خودش است و برادر کلانش است. اول اینجا زیارت میکنن. اول اینجا زیارت میکنن پس باز بریم. میشه. بازم خوش آمدید بینندگان عزیز. ما در زیارت عاشقان هستیم. رسم هم فکر کنم بر ازمی است که اول زیارت عاشقان میین، زیارت میکنین، بعد زیارت عارفان. و آل وکیل صاحب برای ما تشریح میکنن که رسم زیارت کردن در اینجا چگونه است. و این منطقه باستانی بسیار کهن است. در این منطقه بسیار خوش آمده. اسم احمد شاه اکبری تخلص میکنم از این سکونت فعلی و اصلی ما از این منطقه عاشقان عارفان. خود ما در میگه تولد شدیم و تقریبا خانه ما در این منطقه به حساب 400 سال قدامت داره. منطقه خانه خود ماست. دیگه منطقه یک منطقه خود زیارت هم که بسیار از سابق قدیم است، از دوران جنگ کفار است که آمدن در میگه شهید شدن. دیگه باز بعدا نشون میریم در دلیل براتون تشریح میکنیم که بعدا چه گپ است. یک سوال دیگه که برای من بسیار جالب است وکیل صاحب، همین سبک معماری از است. این در این سالها ساخته شدن و یا که از خیلی سابق است، به یادآوری شما چه قسم است؟ این تقریبا از این دوره 11 سال در دوره عثمانی است. همون نجارای سابق بود که چوبای شیشه هم از کلش به این حالتی که فعلا میبینین همین حالت بسیار از سابق ساخته شده. حالا در این ساختمان دیگه نجارای حالا کی ساخته میتونن بسیار سابق. خیلی زیاد تشکر. ما هم داخل میریم میبینیم، باز بعداً بر شما دوباره برمیگردیم. شهر کابل در مقایسه با سالهای گذشته اکنون دارای خانه‌های نسبتاً مدرن و ساختمان‌های بلند است، اما زیبایی کابل قدیم هنوز در اطراف این زیارتگاه زنده است و خانه‌های گلی در کنار آن پابرجا هستند. با این حال در تمام کابل شاید هیچ شهروند این ولایت نباشد که به این زیارت نرفته باشند و اصلی ترین دلیل آن را نیز کابلی ها امید بخشی این زیارتگاه می دانند.
ساختمان‌ها که است که به نام پتاوسی میگن. پتاوسی این سابقه از این منطقه خانه‌های ما شما سابقه ما که است تو پته است. بله. این با حال خب فعلا پشتش قبرستانی است. در دو طرف قبرستانی‌های مردم قرار داره، قبرستان است. این سابق قبرستان نبود، بازی پتای تو بالا میشته که بعد دیگه اون چنگک داشت، باز یکی بعد دیگه چنگک میشه از پیش سر بالا میشه تو پشت از اون طرف حالا وی فعلا حالا یه چیز است قبرستانی از گل پر است، سابق تو نبوده. حالا فعلا قبر این به حساب انتیک گفته میشه، چیزایی هست که انتیک است، بسیار خاص است، یک سبک بسیار خاص است. نجارای سابق بود که میره جور کرده به حساب حالا خب نجارای حالا برآمده کلی در ماشین است یا کلی به حساب دست جور شده، بسیار قدیمی است. این از قدامت تقریبا 11 سال میشه به می سبک به نمی دیزاین جور شده. یک چتش که وقتی که یک رقم گل بود، گل مفتاد بازی در وقت میز فخرالدین آقا یک باسازی کردن که می چت چلوچ کردن یک به حساب جورش کردن. از ذکر همینجا فکر کنم که ذکر هم میشه وکیل پالوان صاحب بود سابق. خانقاه پالوان صاحب بسیار قدامت تاریخی داره وام. در حال فعلا سابق که خراب بود، در منطقه پایان است خانقاه فعلا بند است به اثر یگان مشکلات. بازی خانقاه صاحب پالوان هم در بالا ما مسجد داریم، مسجد جامع است. باز میگه خانقاه میگه روزای جمعه اجرا میشه. باز بیشتر زائرین کدام وقتا میان به نظر گرفتن؟ کدام روزای مشخص داره یا روزای عاشقان عرفان؟ نه ناظرین فعلا که عاشقان عرفان است زیادترش روزای چهارشنبه است. چهارشنبه مردم بسیار حضور موجود زیاد است. خب یعنی ما امروز آمدیم چهارشنبه از دیگه امروز روزش است. میریم داخل میریم. نفر میره خصوصا سیاست‌ها بسیار زیاد میه برای یک دعا کردن دیگه. خداوند مراد میده. خب باز مردم عقیده ما شما است که یا کلش ولی الله است. میریم داخل یک بار میبینیم که داخل دوگام وکیل صاحب بر ما تشریح میکنن. سبکش بسیار جالب است، خیلی زیاد سبکای خاص داره، اصلا متعجب میسازه. زمانی که داخل میشی معماری ازی نجاری ازی بیخی جالب است. کنجکاو میسازه که باید دوگام جستجو بکنی، تحقیق بکنی که چگونه ساخته شدند، کدام زمان ساخته شده. اصلا اگر این از زمانی که 1100 سال قدامت داشته باشه هیچ کدام آثار خرابی من نمیبینم. اصلا بیخی میگه که نو ساخته شده، در این سالا ساخته شده که بسیار جالب است. و میریم با هم داخل. تقریبا 6 ماه بعد 7 ماه بعد 8 ماه بعد باز یک رقم تیل است. باز کردی یک سافیل گرفته باز یارو تیل کلش چرب میکنه خراب نشه. خوب بسیار خوب. تیل مخصوص داره ولی به حساب سابق اگر تیل تیک میگن چی میگن به حساب چوب ورنس است یا یک چربکاری میکنه که میذاره چوب خود زنده نمونه. خوب است یک بار داخل میریم ببینیم که دیگه چیزا هست. زیارتگاه عاشقان عارفان یک ساختمان با معماری سنتی است که توسط مصالح ساختمانی قدیمی ساخته شده است و در و پنجره های آن با سبک معماری قدیمی با چوب تزئین شده است. زیارتگاه عاشقان عارفان یک بنای معماری سنتی است که در زمان بهرامشاه از سلاطین دوره غزنویان ساخته شده است و برای زیبایی آن بیشتر از چوب کار گرفته شده. زیارت عاشقان عارفان یکی از زیارت‌های قدیمی شهر کابل به حساب می‌آید. در روزهای چهارشنبه و جمعه زائرین زیاد برای دعا و زیارت کردن در این مکان می‌آیند. میشه که برای ما بگوین کدام روزا مردم میان؟ امروز ماشاءالله مردم زیاد است و نظر به دیگر روزا چطور است؟ دیگر روزا کس نمیام، روزای چهارشنبه زیاف است. حال دیگه مزه وقت نه سابق واره. سابق بود بیروبار زیاد بود چهارشنبه خصوصا. دیگه حال وقت کسی نمیه نیست. مردم هم وقت دل نمیکنه که چیزی گپ نشه. وقت وقت خوب بود بیروبار هم بود. دیگه حال تو مزه وقت نیست سابق واره. زیارت عاشقان عارفان در ناحیه اول شهر کابل در منطقه شوربازار و سنگتراش ها قرار دارد. این زیارت از طرف شمال به سرک سنگتراش ها و شوربازار و از طرف جنوب به شهدای صالحین و زیارت پنجه شاه و از طرف شرق به کوچه خرابات و از غرب به خانه های مسکونی متصل شده است. در روزهای پنجشنبه و جمعه
نه تنها ساکنان کابل از این زیارتگاه دیدن می کنند، بلکه بسیار زائرین از ولایت‌های دورافتاده افغانستان نیز به اینجا می آیند و برای به دست آوردن آرزوهایشان دست دعا بلند می کنند. برای دیدن مقبره عاشقان باید یک دهلیز باریک را طی کرد. در انتهای دهلیز یک اتاق است. در وسط آن یک قبر طولانی و بزرگ به چشم می خورد. روی دیوار یک تابلو نصب شده و روی آن تاریخچه زیارت و یک شعر نوشته شده است. مرا عاشق بدین معنا نمود ساقی کوثر، مسلمان می شود کافر بگیرد جام عارفان. وکیل صاحب میشه بگوین که برای ما تشریح بدین که فعلا زیارت عاشقان هستیم، فکر کنم مال داخل میشیم. بله فعلا ما شما در زیارت عاشقان صاحب هستیم که فعلا داخل میشیم در روی چیز باز یا به اسم خواجه عبدالصمد و خواجه عبدالسلام هستن اصلی نامشون. خب این مشهور به عاشقان عارفان است، مدا اصلی نامشون خواجه عبدالصمد خواجه عبدالسلام هستن یا چیز هستن از به حساب خواجه خیل هستن، از خواجه هستن. مرقد عاشقان صاحب که به نام خواجه عبدالصمد است. دمی حالت دمی قدی که است فعلا کدام تغییرات در این آمده. باز این میگه که حساب گنبدی به حساب یک درگه بازسازی شده. فهمیدی؟ یک درگه دیزاینش تغییر خورده. در وقت میر فخرالدین آقا این تغییرات آوردن. کنکریت انداخته. وقت زمان میر فخرالدین آقا بسیار خوب ذکر میشد اینجا فکر کنم. گفتم ذکر هم میشد، دگاه میشد، باز دیگه ذره به حساب بازسازی هم کردن. نوی دیزاین یا سابق حالا که می‌بینی فعلا این قدیمی نیست، گنبد بود. این قدیمی نیست. نه در وقت میر فخرالدین آقا باز ذره بازسازی کردن، بسیار خراب بود. دیگه ناتخوانی میشد، ذکر میشد، در ایماران بسیار مردم ها می آمدن میشتن. خال شرایط به رقم آمد که مردم ها بسیار مشکلات آمده دیگه آمده. بازینی هم فعلا سوانهش از خیره بازی رو میخوانیم تو به حساب به خودتان میگیریم. اون عارفان صاحب که به نام عبدالصمد است، عاشقان صاحب به نام خواجه عبدالسلام. این فعلا عاشقان صاحب که به نام خواجه عبدالسلام. این برادر خردشان بودن؟ برادر خرد عارفان صاحب که برادر کلامشان است. این در مرور زمان فرض که اینجا که مدفون شده اینجا پایان شده، به حساب از این نشده که برادر خرد بالا باشه و کار میکنه، خدامی حساب که جای به جای شده این بالا آمده و عارفان صاحب که است دم پایان دقیق. از شهادتشان آیا میدانین که چه قسم شهید شدن، چگونه شهید شدن؟ خدا وقت دوران عثمانی که بوده از عربستان زور کنه خیستن، خوی وقت کافرستان بود افغانستان، نه افغانستان کافرستان بود. سه بار لشکرکشی کردن. در 3 بار لشکرکشی باز از عربستان خیستن آمد اینجا به حساب شاد شمشیری ولی سبی کسایی که در منطقه کل زیارتاش هست یا کلشان در دوره کافر بود و اینجا آمدن لشکرکشی کردن، فتح کردن، فتوحات کردن در این منطقه باز یا شهید شدن. باز امیجا شهید شدن؟ امیجا دفن شدن. وقت نبود که این منطقه بوده قریه بوده، اینجا زمینا بوده. او در یک وقت می‌بینی که مردم خب باز پسان خانه آستا جور شد. این سرزمین بود، دشت بود که رقم آمدن جنگ کردن باز در این منطقه کافر بودن باز اینجا شهید شدن. دمیجا مدفون شدن. در ورودی اصلی زیارتگاه مقبره عاشقان یا خواجه عبدالسلام در سمت راست و گذشته از دهلیز دراز در اتاق ویژه قرار دارد. استفاده از قندیل در سقف مقبره عاشقان و استفاده از رنگ‌های مختلف میناتوری زیبایی این زیارت را چندین برابر ساخته است. آن طرف این زیارت یک زائر در حال نماز و دعا خواندن می باشد و از طرف دیگر خانواده ها برای زیارت کردن به اینجا می آیند. بین قبرهای عاشقان و عارفان مسجد ویژه نمازگزاران به نام عاشقان و عارفان قرار دارد. بینده های عزیز، ما از زیارت عاشقان صاحب برآمدیم و حالا میریم به زیارت عارفان. رسم برزمین بود، در اول گفتم که اول باید زیارت عاشقان می آمدیم و بعد بریم به زیارت عارفان. حالا ما زیارت عاشقانم وکیل صاحب به معرفی گرفتن، برآمدیم میریم بخیر به طرف زیارت عارفان که زیارت عارفان وکیل صاحب ما شما به معرفی بگیرم.
بله بیننده های عزیز، ما پس از زیارت کردن در زیارت عاشقان صاحب حالا میریم داخل زیارت عارفان صاحب که وکیل صاحب بر ما باز داخل که رفتیم معرفی میکنن و سجره و تمام چیزهایی که داخل زیارت عارفان است تمام وکیل صاحب بر ما دانه دانه و معرفی میگیرن. خب وکیل صاحب میشه بر ما بگوین که اینا هم ساختارش دیگه از دوران اردیش یک جای ساخته شده؟ یک جای ساخته شده. میبینید رئیس بسیار سابق است. این عارفان صاحب به نام خوجا عبدالصمد یاد میشه. او بیادر خورده شده، برادر کلانش است. در معین وقتی که آمده اینجا مدفون شدن. دیگه نمی چیزایی که میبینید میناتورا کلش از سابق است تقریبا. یک گپ بسیار جالب که نام از این بزرگوار یکشان عبدالصمد بود، یکشان عبدالسلام. از عاشقان صاحب عبدالسلام بود، از عارفان صاحب عبدالصمد. ایره چرا عاشقان عارفان میگنیم؟ برای من بسیار جالب شد. میشه برای ما کم معلومات بدین؟ یا خطی بود که با بعضی چیزای فرمودهای سابقا که میگفتن یا اردیش بچه خونده حضرت محمد سلام بود، بسیار اما تو عاشق حضرت محمد سلام بود. با او حساب عاشقان بودن. و مو منظوری عاشقان عارفان میاردوش. عارف خب به حساب ما شما میفهمیم به لاغت که به حساب عارفانه بود، دیگه شون به حساب عاشق بود. اما تو بعضی روایت ها گفته دیگه. این زیارت مقبره دو برادر عاشقان و عارفان محافظان شهر کابل پسران خواجه جابر انصار و نواسه های خواجه عبدالله انصاری است. آنها توسط پادشاه غزنویان بهرامشاه به غزنی خواسته شدند. سپس آنها از غزنی به کابل آمدند و در آنجا رهبران معنوی شهر شدند. اما روایات دیگر نیز در مورد این دو برادر وجود دارد که آنان از جمله صحابه کرام بودند که در اطراف عساکر سپاه اسلام در زمان فتح کابل حضور داشتند. شهادتشان را در زمان خلیفه سوم حضرت عثمان و بعد در عهد امویان و سامانیان می‌دانند. عاشقان عارفان صاحب قرار که از خلاص سامانیشان معلوم است، مشهور به خوجا عبدالصمد و خوجا عبدالسلام از انصار مدینه بودن. اینا که در دوران حضرت عثمان، خلافت حضرت عثمان، پدرشان به کابل به جهت تعلیمات اسلامی اینجا آمده بودن که پدرشان تمیم صاحب انصار که در عاشقان در شهدای سالین در اونجا دفن هستند و پدرکلانشان خوجا عبدالله انصار به ایراد دفن هستند، در اونجا هستند. دیگه خلاص سوالشون در اونجا نشسته است. دیگه معلوماتی که من داشتم درباره عاشقان عارفان صاحب که خوجا هستند، از جمله انصار مدینه هستند که اینجا آمده بودن. پدرشان جهت تعلیمات اسلامی در زمان حضرت عثمان آمده بودن، به خاطر تعلیمات اسلامی بتن اینجا باز در همین دامنه کوی شهدای سالین دیگه به شهادت رسیدن که پدرکلانشان سابق آمده بودن، خوجا عبدالله انصار که به ایراد بودن و تمیم صاحب انصار وقتی که اونا به جهت تعلیمات اسلامی اینجا آمدن نظام شدن از طرف نمیفهم دقیق نیست. مقصد بعضی‌ها گفتن که در خلافت حضرت عثمان، بعضی‌ها گفتن در وقت امویا یاد اینجا آمدن و اسلام بعد از جنگ‌های بسیار شدید که کردن اینجا اسلام نافذ شد. باز بعد از او تمیم صاحب انصار اینجا گماشتن که تعلیمات اسلامی بده. باز عاشقان عارفان پسرای تمیم صاحب انصار هستند. قبر عارفان در کنار مسجد قرار دارد که شیوه قبر عاشقان می باشد. ساختمان این زیارت در دوره سلطنت بهرامشاه غزنوی اعمار گردیده است. نام عاشقان خواجه عبدالسلام و نام عارفان خواجه عبدالصمد می باشد. علاوه بر وضوخانه ها در صحن زیارت درختان توت نیز وجود دارد که بر زیبایی این زیارت افزوده است.
وکیل صاحب میشه که معلومات بتین درباره این لنگرخانه چه قسمه است، چه این قسمه دروازه که فعلا میبینی، حالا فعلا قلب است، درونش به حساب یک سامانه کونمونه رو مانیم. در سابق بودی که به نام لنگرخانه یاد میشه. باز این مردم روزای چهارشنبه هر وقت که میامد نظر میکنه، درون دگدانا بود، دگدانای گلی بود، دیگا هست، حالا فعلا چودنی ها داریم. باز یه مردم میمون فرض که گوسفند میکشی، یه مامد پخته میکردی یا برنج پخته میکردی یا حلوا پخته میکرد، نظر بود. باز امیر در سن اولی میکش بر مردم تقسیم میکرد تا یک مدت زمانه. این تا کدام زمان اتر بود وکیل صاحب؟ یعنی مردم اینجا می آمدن هر چیزی که می آوردن پخته میکردن بر زائرین، بر کسایی که به زیارت می آمدن نان میدادن. زائرین هم نان میدادن، 2 دلار میشدن و کسی که میاولی منطقه بود به حساب دولی می آمدن. باز برای زیاد نظر بود، برنج پخته تا 20 سیر 30 سیر اینجا برنج پخته میشد، گوسفند کشته میشد. اینجا می آمدن باز اینجا در نظر میکردن. مردمای پیسه دار بود، بر نیت مراد. خودت هم کدام نظر گرفته بودی وکیل صاحب اینجا؟ کجا؟ دمیجا کدام نظر گرفت؟ مردم دیگه از بیرون می آمد نظر میکرد. خب مردم دیگه یعنی شما نمی گرفتی؟ نه، مردمایی که به حساب تجار بود، هر کس که مراد مقصد می داشت می آمد نظر میکرد. باز کس را شما مثلا سراغ دارین که کس آمده باشه یک نظر گرفته باشه، اون قبول شده باشه اینجا پخته شده باشه؟ والا خیلی است که مردما که زیاد اینجا می آمدن نظر میکردن، خدمت داده یک حساب دیده بودن که می آمدن نظر میکردن. حالا این بقیده را گپ است. اگه آدم عقیده حساب باشه، یک علم ده بخون چف کو بعد جور میشه. یک اسلام بر عقیده استوار است. نه اینا مردمایی که جمع من نظر میکرد دیگه میکرد حتما کدام مفادش دیده بود. کدام زمان وکیل صاحب میشه؟ دوران سالای نجیب هم بود. این بود برنامه این هفته افغانستان پیژندنه. تا برنامه دیگر، الله حافظ و نگهدار همه شما. بینندگان گرامی تلویزیون شرق گلوبال، سلام بر شما. در برنامه معرفی ولایات افغانستان این بار از بدخشان در خدمتتان هستیم. سلامونه نیکی هیله قدرمن لیدونکو، هیله ده چې ټول به جوړ روغ او صحتمند اوسئ. شرق تلویزیون درنو لیدونکو، زه نعمت الله همت یم له هلمنده. سلامونه د شرق تلویزیون درنو لیدونکو، جوړ په خیر. امیدوار هستم که در هر جای که هستین جور و صحت. زه پرویز څرګند یم له کونړه. د خوست ولایت فرهنګ، تاریخي ځایونه او تاریخي آثار دا ځل په شرق ګلوبل ایچ ډي تلویزیون. سلامونه، زه ایمل ظاهر یم. د افغانستان پیژندنې خپرونو په لړۍ کې دا ځل د هیواد ختیځ ننګرهار په اړه درته معلومات در وړاندې کوو. مسجد و زیارتگاه شاهد شمشیره در یک محوطه تاریخی در قلب کابل در کنار دریای کابل قرار دارد. اینجا شهر طالقان مرکز ولایت تخار است.